رمان حریم ممنوع، اپیزود 4. مطمئن بودم الان بخوام برخلاف میلش حرفی بزنم بدون تردید منو میکشت. به زور خودشو نگه داشته بود تا کاری بام نداشته باشه. به چشمای سرخ از عصبانیتش نگاه کردم. سوگند لعنتی، نمیتونی از دستش فرار کنی. با چه عقلی فرار کردی؟ زیر لب گفت یه کاری میکنم دیگه نتونی جایی بری. همیشه پیشم بمونی. نظرت راجع به بچه دار شدن چیه؟ وحشت زده نگاش کردم. نه نمیتونست این کارو با هم بکنه. هیستریک شروع کرد به خندیدن. لباسامو به زور از تنم در آورد. حالا لخت زیرش داشتم دست و پا میزدم. آرمان نمیبخشمت. آرمان داری بهم تجاوز میکنی. نکن ولم کن. چنگی به سینه هم زد و گفت خفه شو، با هم راه بیا وگرنه خیلی اذیت میشی. چنگی به بازوش زدم و گفتم نکن، التماست میکنم نه. دستشو به بهشتم کشید و کمی مالید. آی نکن آرمان، ولم کن. لباشو روی لبام قرار داد و شروع کرد به بوسیدنم. با ولع لبامو میبوسید و هر از گاهی گاز میگرفت. با دستش بهشتمو میمالید. کمربندشو باز کرد و شلوارشو کشید پایین. مردونگیشو به بهشتم میمالید. آروم نالیدم. آرمان خواهش میکنم. آرمان لطفاً. چنگی به موهام زد و زیر گوشم لب زد. عروسکم، امشب بخوای نخوای قراره زیرم جر بخوری. پس بهتره با هم راه بیای که زیاد اذیت نشی. سرشو توی گردنم برد و شروع کرد به کارش ادامه دادن. پایین تر رفت و شروع کرد به بوسیدن سینم. میدونست روی سینه‌ام حساسم. آروم رفتار میکرد. داشت سعی میکرد تحریکم کنه. مثل دفعه قبل وحشی بازی در نمی آورد. اینقدر سینه‌هامو مک زد که بیقرار نگاش کردم. آرمان توی رابطه یه پارتنر خیلی عالی بود. الان نمیخواستم به چیزی اهمیت بدم. فقط میخواستم کارشو بکنه و منم لذت ببرم. اون عوضی کار خودشو میکرد. دیگه شهوتم بالا رفته بود و خودمم میخواستم ارتباط برقرار کنم. دیگه خبری از مخالفتم نبود. حرکت دستش رو بهشتم کار خودشو کرده بود. هر دو داشتیم لذت میبردیم و تنها صدایی که توی اتاق پیچیده بود صدای برخورد بدنمون به همدیگه بود. اینقدر کارشو به خوبی ادامه داد که هر دومون به رضایت رسیدیم. دفعه قبلم قرص جلوگیری استفاده نکرده بودم. این بارم منو تو بغلش کشید و چشماشو بست. کمی که گذشت تقیی به در خورد و صدای سلیمان اومد. رئیس! آرمان رو تخت نیمخیز شد و داد زد. صبر کن میام. به من خیره شد و آروم گفت یه کاری پیش اومد تا فردا شب نیستم. مثل آدم استراحت کن، فهمیدی؟ بخوای فرار کنی دیگه مثل الان برخورد نمی کنم. از جدیتش ترسیدم. سرمو تکون دادم که بلند شد و لباساشو تنش کرد. با عجله از اتاق رفت بیرون. با رفتنش نفس عمیقی کشیدم و از تو کمد یه لباس خواب نباتی رنگ برداشتم و تنم کردم. به سمت در رفتم. دستگیره در رو بالا پایین کردم اما قفل بود. داد زدم. یکی در رو باز کنه. یکی این در رو باز کنه، کار دارم. چند ثانیه بعد در توسط یه خدمتکار باز شد. جانم خانم، چیزی میخواین؟ خواستم پسش بزنم و از کنارش رد شم که اجازه نداد. لطفاً برید داخل اتاق. شما حق ندارین از اتاق خارج شین. اگه برنگردید مجبورم به رئیس گزارش بدم. عصبی نگاش کردم. باید عاقلانه رفتار میکردم. نمیخواستم حامله بشم. باید سریع قرص میخوردم. چیزی که میخواستم و بهش گفتم. چشم میگفت و رفت بیارتش. منم عقب گرد کردم، رو تخت نشستم. چند دقیقه بعد با ورق قرص و لیوان آبی برگشت. سریع قرص رو انداختم بالا. لبمو محکم گاز گرفتم و ازش تشکر کردم. خواست ورق قرص رو ازم بگیری که اجازه ندادم. برو بیرون. چشم گفت و رفت. ورق قرص رو زیر تخت قایم کردم و دراز کشیدم. زیر دلم یه کمی درد میکرد. چشمامو بستم و خوابیدم. 2 روز گذشته بود و خبری از آرمان نبود. جرئت نداشتم فرار کنم. کجا میخواستم فرار کنم؟ جایی رو نداشتم که فرار کنم. از اتاقم هم نمیتونستم خارج بشم. غذای درست حسابی هم نمیخوردم. یه لقمه میخوردم و دیگه هیچی. با سر و صدایی که از حیاط میومد پنجره رو باز کردم. از روزی که رفته بود باغ و حیاط پر نگهبان شده بود. آرمان وسط حیاط ایستاده بود و داشت داد میزد. واضح نمیدیدمش و نمیشنیدم چی میگه. فقط متوجه شدم خیلی عصبانیه. از پنجره فاصله گرفتم و تو آینه به خودم نگاه کردم. ترسیده بودم.
چقدر با آدمی که با من وارد رابطه شده بود فرق داشت. خودشو یه پسر آروم و منطقی نشون میداد، کسی که آزارش به مورچه هم نمیرسید. اما تو این 1 ماه متوجه شدم همش دروغ بود. با چشمای خودم دیدم که آدم کشت. 2 دل بودم، لباسی که تنم بود و در بیارم یا نه. به هم گفته بود لباس تنم نباشه. الانم عصبی بود و من واقعا نمیخواستم کاری به کارم داشته باشه. لباسامو از تنم در آوردم و کنار گذاشتمشون. تو آینه به اندام بی‌نقصم نگاه کردم. دستم روی کبودهای گردن و سینه های گردم کشیدم. بدنم هنوز به خاطر وحشی بازیاش درد میکرد. موهامو که دنبه اسبی بسته بودم و باز کردم. روی تخت دراز کشیدم و پتوی نازکی روی تن برهنم کشیدم. 1/2 ساعتی گذشت و خبری از آرمان نبود. چرخی روی تخت زدم و به ساعت نگاه کردم. 8:30 شب بود. تقی به در وارد شد و در اتاق باز شد. خدمتکار برام شام آورده بود. زیر لب گفتم نمیخورم، برشون گردون. خواست جوابی بده که صدای آرمان اومد. بذارشون رو عسلی کنار تخت. خدمتکار کاری که آرمان گفت انجام داد و سریع از اتاق رفت بیرون. با دیدنش آب دهنم رو قورت دادم و به چشماش خیره شدم. بی حرف با قدمای بلند جلو اومد و لبه تخت نشست. زیر لب سلام دادم. سرشو تکون داد و گفت پاشو شامتو بخور. میل ندارم. اخم کرد و نفس عمیقی کشید. این 2 روزه درست غذا نخوردی. پاشو. از کجا میدونست؟ البته که خدمتکارا بهش گزارش میدادن. پوفی کشیدم و گفتم نمیخوام، اشتها ندارم. پتو رو از روم کنار زد. با دیدن بدن برهنم یه ابروشو بالا انداخت و گفت خوبه، داری رام میشی. عصبی لب زدم. دست از سرم بردار آرمان، تا کی میخوای منو اینجا نگه داری؟ تا آخر عمرم؟ پوزخندی زد و گفت نیاز باشه آره، بعدشم کی شوهر و بچه‌شو ول میکنه میره؟ دستش روی شکمم گذاشت و ادامه داد. ورق قرصی که از خدمتکار گرفتی کجاست؟ شوکه نگاش کردم. لعنتی. خدمتکار عوضی اینم گزارش داده بود. چه قرصی؟ گونمو نوازش کرد و آروم لب زد. جفتمون میدونیم چه قرصی، خودتو نزن به اون راه. عصبیم هم نکن. زود باش بدش به من. اسمشو صدا زدم که صداشو کمی بالا برد. ورق قرصو بده بیاد. نمیتونستم باهاش مخالفت کنم. از زیر تخت ورق قرصو برداشتم و دادم دستش. نگاهی به قرص انداخت و گذاشتش تو جیب شلوارش. مچ دستمو گرفت و منو نشوند روی پاش. کلافه گفتم آرمان من نمیخوام حامله بشم، نمیخوام بهم دست بزنی. چیزی نمیگفت و داشت نگاه میکرد. میشنوی چی میگم؟ من نمیخوام حامله بشم. به بدنم نگاه کن، کبودم، همه جام درد میکنه. من دیگه از رابطه باهات میترسم. بازم میخوای بهم تجاوز کنی مگه نه؟ خواهش میکنم بذار برم. التماست میکنم کاریم نداشته باش. من نمیخوام اینجا بمونم آرمان. بشین غذاتو بخور، من چند دقیقه دیگه میام. متعجب نگاش کردم که پسم زد و از اتاق رفت بیرون. هاج و واج به رفتنش نگاه کردم. چرا رفت؟ انتظار داشتم بمونه و کاری که میخواست انجام بده. خوشحال از این که بیخیال شده و دلش به رحم اومده و کاری به کارم نداره و قرار نیست ازش حامله بشم لبخندی زدم. اما روحم هم خبر نداشت قراره چه اتفاقی بیفته. انگار اشتهام باز شده بود. به سینی غذا نگاه کردم و با ولع شروع کردم به خوردن غذا. وقتی تموم شد نفس عمیقی کشیدم و روی تخت دراز کشیدم. پس کجا موند؟ دستم روی سینه های برهنم کشیدم. بهتره لباس تنم کنم. فکر نمی کنم بخواد اذیتم کنه. اگرم چیزی بگی میگم سردم شد. از تو کش و لباس زیرامو برداشتم و تنم کردم. یه تاپ بندی سفیدم پوشیدم. خواستم شلوار بپوشم که وارد اتاق شد. جلو اومد و گفت مگه نگفتم حق نداری لباس تنت کنی؟ سردم شد آرمان. چیزی نگفت و دستمو گرفت و منو تو بغلش گرفت. گونمو نوازش کرد و زیر لب گفت بیا بریم. زیاد موندی توی این اتاق. بریم یه چرخی بزن. دستمو گرفت و با هم از اتاق زدیم بیرون. دلشوره عجیبی داشتم. این رفتار از آرمان بعید بود. از پله ها داشتیم میرفتیم پایین. به نیمروخش نگاه کردم و گفتم داریم میریم زیر زمین برای چی؟ جوابمو نداد. وقتی رسیدیم زیر زمین به سمت انباری که ته سالن بود رفت و درشو با کلید باز کرد. ترسیده بازوشو چسبیدم. آرمان چرا اومدیم اینجا؟ تو نور کم زیر زمین به چهره خونسردش نگاه کردم و دوباره حرفمو تکرار کردم. حالم داد داخل انباری و خودشم وارد شد. درو پشت سرش بست.
داشتم به اون اتاق کوچیک نگاه می‌کردم. توی نور کمی که بود داشتم به یه زنی نگاه می‌کردم که داشت تختی رو آماده می‌کرد. کنارش هم یه سری وسایل پزشکی بود. آرمان اینجا چه خبره؟ آرمان جلو اومد و زیر لب گفت شش نترس کوچولوی من. دستاشو دور کمرم حلقه کرد و منو به سمت تخت برد. به زور خوابوندتم روی تخت. اینجا چه خبر بود؟ میخواست چی کار کنه؟ جیغ میکشیدم و با دست و پاهام سعی میکردم پسش بزنم. از کنار تخت سرنگی برداشت و رو به زن گفت دستاشو محکم بگیر. زن دستامو کنار بدنم محکم گرفت. سرنگو نزدیک گردنم کرد. وول میخوردم و گریه میکردم. زن دستامو به کناره های آهنی تخت بست. آرمان ولم کن. آرمان داری چی کار میکنی؟ ولم کن عوضی ولم کن. جیغی کشیدم که سرنگو از گردنم در آورد. نمیدونستم چی بهم تزریق کرد. دستگاه اکسیژن رو روی دهنم گذاشت. آروم نفس بکش. با چشمای اشکی نگاش کردم. خون سر تاپ و سوتیانم و از سرم در آورد. با ملایمت دستی روی شکم برهنم کشید. چند دقیقه صبر کرد تا چیزی که بهم تزریق کرد آروم اثر بذاره. بدن کرختم و صاف کرد و سرنگ بزرگتری آورد و از اسپرم خودش پرش کرده بود. ملتمسانه نگاش میکردم. دست و پاهم سیر شده بود و حس میکردم خیلی سنگین شدن. نمیتونستم خودم رو تکون بدم. شورتم رو در آورد. نوازشوار دستی برونم کشید و با لحن خشن و خشداری زمزمه کرد. وقتی از رابطه میترسی مجبورم اینطوری حاملت کنم. میخواستم التماسش کنم اما لبامم نمیتونستم تکون بدم. نمیخواستم از یه خلافکار حامله بشم. با فرو رفتن سرنگ توی رحمم چشمام سیاهی رفت و دیگه هیچی نفهمیدم. چشمامو که باز کردم تو اتاق آرمان بودم. رو تخت بزرگش دراز کشیده بودم. با به یاد آوردن اتفاقاتی که افتاد خواستم روی تخت بشینم اما نتونستم. نمیتونستم تکون بخورم. بلند زدم زیر گریه. با باز شدن در و دیدن آرمان جیغی کشیدم و نالیدم. عوضی چه بلایی سرم آوردی؟ حیوان چی کارم کردی؟ کار خودتی کردی نه؟ فکر میکنی من اون بچه رو نگه میدارم؟ فکر میکنی میذارم زنده بمونه؟ خودم میکشمش. خودم رو میکشم. عوضی میشنوی چی دارم میگم؟ پوزخندی زد و کنارم روی تخت دراز کشید. با انگشت اشارش روی سینه هم خطای فرضی میکشید. حرفای بزرگتر از دهنت نزن کوچولو. ازت متنفرم آرمان. ولم کن. به زور دستم و بالا آوردم و خواستم پسش بزنم که روم خیمه زد و خشن گفت سگم نکن. داری میری رو اعصابم. صبر منم حدی داره. دهنتو ببند و خداتو شکر کن مثل سگ نگاییدمت که حاملت کنم. اوکی؟ بلند شد و لحاف روم کشید و گفت یکم بخواب خسته ای. منم کلی کار دارم. شب میام پیشت. با رفتنش بلند زدم زیر گریه. چه بلایی داشت سرم میومد. همه چیز از نغمه احمق شروع شد. مروری به گذشته. نغمه این خراب شده کجاست؟ مگه نگفتی فقط دور همیه ساده است؟ اینه دور همیه ساده؟ به جمعیت که تو هم میلولیدن نگاه کردم. فضای نیمه تاریک و صدای موزیک. دخترها و پسرایی که نیمه لخت تو بغل هم بودن. نغمه بدون توجه به من پیک مشروبشو دستش گرفته بوده به سمت پسری رفت. عصبی از اون ویلا بیرون اومدم. دختری احمق من آورده بود پارتی. من ساده هم باور کردم فقط یه مهمونی ساده است. همینطوری تون داشتم راه میرفتم که محکم خوردم به یکی. سرمو بلند کردم و عصبی داد زدم. مگه کوری نمیبینی؟ با چشمای سیاهش نگام کرد. کمی خودمو عقب کشیدم و سر تا پاشو آنالیز کردم. با صدای خشدار گفت جلو پاتو نگاه کن را برو. از کنارم رد شد و رفت. پشت سرشم چند تا آدم کت شلواری رفتن. هرسی سوار ماشینم شدم و راه افتادم. وسط را صدای گوشیم بلند شد. نغمه بود. نغمه من با صدای حق گریه‌هاش هول شدم. سوگن خواهش میکنم بیا لطفاً بیا. بعدش هم قطع کرد. با استرس راه رفته رو برگشتم. جلوی ویلا که رسیدم کسی نبود. چند دقیقه پیش اونجا پر از آدم بود و حالا هیچ کس نبود. ترسیده داخل ویلا شدم. نه موزیکی بود نه آدمی. از طبقه بالا سر و صدا می اومد. تون پله ها رو بالا رفتم و با دیدن صحنه‌ای که روبروم دیدم کپ کردم. نغمه و 2 تا دختر دیگه لخت در حال ارتباط جنسی برقرار کردن با چند تا مرد دیگه بودن.
مردی بالا سرشون ایستاده بود و شلاقی توی دستش بود و هر از گاهی شلاقو بالا می‌برد و روی تن و بدنش می‌زد. وحشت زده گوشیمو از تو کیفم بیرون کشیدم. باید به پلیس خبر میدادم. عقب گرد کردم و محکم خوردم به یکی. سرمو بلند کردم، با دیدن همون پسر جوون چشم خوشگلی که چند ساعت پیشم باهاش برخورد کرده بودم ترسیده خودمو عقب کشیدم. انگشت اشاره‌شو روی لبام گذاشت و لب زد ساکت باش. چیزی نگفتم که دستمو گرفت و منو همراه خودش برد پایین. در اتاقو باز کرد و هولم داد داخل اتاق. خودشم وارد اتاق شد. بغض کرده گفتم خواهش میکنم، من باید زنگ بزنم به پلیس، باید خبر بدم. گوشیمو ازم گرفت و گفت نیازی نیست. ببین دوست من اون بالاست، داشت گریه میکرد، اون عوضی‌ها داشتن بهش تجاوز میکردن. آروم باش، سر و صدام را ننداز. پلیس اینجاست. نگران دوستت نباش. فقط سر و صدا را ننداز. ساکت بشین یه گوشه. با صدای تیراندازی که از بیرون میومد جیغی کشیدم که خودشو به هم رسوند و دستشو گذاشت روی دهنم. چند دقیقه گذشت که صدای تیراندازی قطع شد. دستشو به آرومی از روی دهنم برداشت. در به آرومی باز شد و مردی کت و شلوار پوشیده وارد اتاق شد. رئیس، کار همشون رو حل کردیم. متعجب گفتم تو پلیسی؟ پوزخندی زد و گفت آره پلیسم. خواهش میکنم به دوستم کمک کنین، خواهش میکنم، اون بهم زنگ زده بود، اون عوضی‌ها داشتن بهش تجاوز میکردن. عقب گرد کرد و به مرد کت شلوار پوشیده اشاره کرد. با یه اشارهش مرد خودشو به من رسوند و بازومو محکم گرفت. دارین چی کار میکنین؟ آروم لب زد. ساکت بشین، باید برم محل جرمو بررسی کنم، فهمیدی؟ سرمو تکون دادم. اشکامو پاک کردم. اونم سریع از اتاق رفت بیرون. چند دقیقه بعد صدای جیغ نغمه اومد. با شنیدن صدای جیغش به سمت در رفتم که اون مردی که کت و شلوار پوشیده بود بازومو محکم گرفت و گفت رئیس گفت بیرون نری. مگه نشنیدی صدای دوستمو؟ خواهش میکنم بذار برم. چند دقیقه بعد در باز شد. مرد قد بلندی وارد شد و گفت رئیس گفت کلکشو بکن. با شنیدن این حرف گنگ به مردی که کنارم ایستاده بود نگاه کردم. دستشو سمت کمرش برد که باز صدای تیراندازی اومد. اون دوتا مرد ترسیده از اتاق دویدن بیرون. کمی که گذشت صداها کم شدن اما تک و توک صدای تیراندازی می اومد. ترسیده از اتاقم بیرون رفتم. خودمون به طبقه بالا رسوندم تا نغمه رو پیدا کنم اما نبود. اون پسری که بهش رئیس میگفتن وسط اتاق افتاده بود و بدنش خونی بود. جلو رفتم و وحشت زده دستم رو روی جای زخمش گذاشتم. زمان حال. تا آخر امشب به گذشته فکر میکنم. به گذشته این نحسی که داشتم. اون شب نغمه مرد. سر هیچی مرد. رفته بود به پارتی تا خوش بگذرونه اما قربانی شد. همه چیز از اون شب شروع شد. من از اون شب به بعد فکر کردم آرمان پلیسه. آرمان پلیس نبود. اون شب واسه کشتن اون آدما اومده بود. قرار بود منم بمیرم اما شانس آوردم. شب وحشتناکی بود. من پرستار بودم و میدونستم باید چی کار کنم. اون شب آرمان به لطف من زنده موند. منو به عمارتش بردن و من مداواش کردم. بعدش هم دکتر خودش اومد. هنوزم نمیدونستم نغمه مرده. آدمای آرمان منو گرفتن و تو زیرزمین نگه هم داشتن. تا زمانی که آرمان به هوش اومد. از آرمان شنیدم نغمه مرده. منو تو بغلش گرفت و گریه کردم. تو بغل قاتل دوستم اشک میریختم. آرمان قاتل نغمه بود. با فکر کردن به نغمه قطره اشکی روی گونم نشست. نغمه بهترین دوستم بود. سر خاک نغمه اومده بود. یادم مادر نغمه چطور زجه میزد. آرمان کنار من اومد و به هم تسلیت گفت. ارتباطمون از اونجا شروع شد و ادامه پیدا کرد. کمی که گذشت حالم بهتر شد. تکونی روی تخت خوردم و از روی تخت پایین اومدم. به سمت کمدش رفتم و یکی از تیشرتاشو تنم کردم. با قدمای سست در اتاقو باز کردم. پشت در 2 نگهبان ایستاده بودن. با دیدنم سریع سرشونو پایین انداختن و زیر لب گفتن خانم برگردین داخل، رئیس گفتن حق ندارین از اتاق خارج بشین. عصبی پسش میزدم. گمشو کنار ببینم. جلوم ایستاد و لب زد لطفاً برگردین به اتاق. خواستم جوابشو بدم که صدای عصبی آرمان اومد. برید پایین. نگهبانو با شنیدن صداش سریعا رفتن پایین. آرمان به سمتم هجوم آورد و بازمو محکم گرفت و داد زد این چه سر وضعیه؟ دیگه لخ می اومدی بیرون. به خودم نگاه کردم.
یقه تیشرتش خیلی شل بود و شونه و نصف بیشتر سینه‌ام بیرون بود. درست تا روی باسنم بود. اگه لباس تنم میکردی اینجوری بیرون نمی اومدم. هلم داد داخل اتاق و در پشت سرش بست. جلو اومد و فکمو توی دستش گرفت و گفت اعصابمو به هم نریز. مگه نگفتم استراحت کن؟ نمیخوام. سوگند داری میری رو اعصابم. برگشتم سمتش و عصبی قریدم. چی هست جونم میخوای روانی؟ داری منو یواش یواش میکشی، متوجه نیستی؟ به زور منو نگه داشتی اینجا که چی؟ با سیلی که ازش خوردم ساکت شدم. آروم زده بود اما بازم زده بود. بهت زده سرمو بلند کردم و به چشماش خیره شدم. منو زده بود. خدای من. دستمو رو گونم گذاشتم و بغض کرده نالیدم. چطور میتونی اینقدر عوضی باشی؟ خونسرد نگام کرد و لب زد. به تمک رو تخت وگرنه مجبور میشم دست و پاتو ببندم. با خشونت یقه‌شو تو مشتم گرفتم و داد زدم. تو عوضی منو زدی، به هیچ جاتم نیست. فکر میکنی میمونم اینجا؟ مچ دستامو محکم تو دستش گرفت و به زور منو به سمت کتابخونه‌ای که گوشه اتاقش بود کشوند. جیغ بلندی کشیدم. سعی میکردم فرار کنم. مدام دست و پا میزدم. یه بار منو برده بود اونجا. لعنتی. حتی فکر کردن به این که میخواست اون کارو با هم بکنه هم دردناک بود. کنار کتابخونه ایستاد و دکمه‌ای رو فشار داد که کتابخونه خیلی آروم به حرکت در اومد و کنار رفت. در کوچیکی که پشت کتابخونه بود و باز کرد و هلم داد داخل اتاق. وحشت زده نالیدم. تو یه روانی! بی توجه به حرف من چراغا رو روشن کرد. نور اتاق قرمز رنگ بود. همه چی مثل قبل بود. نگاه هم به تخت فلزی که رو دیوار کناریش پر بود از شلاقای عجیب و غریب افتاد. ترسیده عقب گرد کردم. این آرمانی که روبروم بود با آرمانی که عاشقش بودم خیلی فرق داشت. قبلا یه بار منو به این اتاق آورده بود. اونم به خواست خودم. خودم میخواستم یه بارم که شده اینطوری باهاش رابطه داشته باشم. جلو اومد و مچ دستمو محکم گرفت و به زور منو خوابون روی تخت فلزی و دستامو بالای سرم با دستبندای مخصوص بست. دستش روی پاهام گذاشت و نوازشوار به سمت بهشتم برد. جیغی کشیدم و داد زدم. آرمان ولم کن! آرمان خواهش میکنم ولم کن! پاهامو تکون میدادم و سعی میکردم از خودم دورش کنم. وقتی تقلاهامو دید پاهامو از همدیگه باز کرد و هر کدومشونو گوشه تخت بست. حالا کاملا در اختیارش بودم. وحشت زده داشتم نگاش میکردم. دستش روی بهشتم گذاشت و آروم شروع کرد به مالیدنش. جیغ میکشیدم و فحش میدادم. زیر لب آروم گفت حالت خوبه؟ انگشتشو آروم کرد داخل بهشتم و بیرون آورد. انگشت خیسشو نزدیک لبم کرد و گفت بخورش. عصبی به چشماش خیره شدم و بلند زد زیر خنده. از کنار تخت دستمال کاغذی برداشت و ترشحاتمو با دستمال پاک کرد. خم شد و تو صورتم با صدای بم و مردونش آروم گفت سوگند آروم بگیر. به چشمام خیره شد و ادامه داد استراحت کن. چشماتو ببند و بخواب. به هیچ چی هم فکر نکن. فقط به من فکر کن. چیزی نگفتم و فقط نگاش کردم. ترسیده بودم نکنه با هم دوباره رابطه برقرار کنه. مثل اینکه قصدش این بود که دست و پاهامو ببنده فقط. از اتاق بیرون رفت و چند دقیقه بعد با پتو برگشت. پتو رو روی تن نیمه برهنه‌ام کشید و گفت شب بخیر عروسکم. تا وقتی برمیگردم استراحت کن. بعد زدن این حرف از اتاق رفت بیرون. دست و پاهامو کمی تکون دادم. نه، باز بشو نبودن. اینطوری نمیشد. اینطوری اصلا نمیشد. نمیتونستم ازش بچه دار بشم. من بچه یه آدم کشو نمیخواستم. باید با سیاست رفتار میکردم و نمیذاشتم اون کارو با هم بکنه. الانش هم دیر نیست. فقط کافیه آروم و زرنگ باشی سوگند. این آدم همون آدمیه که تو بگی بمیر میمیره. باید مثل سوگند قبلی رفتار میکردم. بعدش از اینجا فرار میکردم و میرفتم پیش پلیس. هر جایی هم میخواستم برم این آدم پیدا میکرد. باید میرفتم پیش پلیس. هر جور شده باید فرار میکردم. نمیتونستم ازش حامله بشم و حامله بمونم. چشمامو بستم تا بخوابم. با نوازش‌های دستی چشمامو باز کردم. آرمان کنار تخت نشسته بود و دستشو لای موهام فرو کرده بود. با دیدن چشمای بازم لبخند محوی زد و آروم گفت نمیخواستم بیدارت کنم.
الکی آخی گفتم و چشمامو بستم. آرمان همونطوری داشت نگاه میکرد. چته؟ به چشماش خیره شدم و لب زدم. میخوره. چی؟ سینه ها. با چشم به سینه هام اشاره کردم و گفتم سینه ها میخورن، بخورونشون. سرشو با تأسف تکون داد و دست راستم رو باز کرد. با این ترفندهای مسخرت میخوای به کجا برسی مغز فندقی؟ فکر میکنی اینقدر حولم که با این چیزا تحریکم کنی و بعد مجبورم کنی دستاتو باز کنم؟ تو چشام خیره شد و لب زد. من اینقدر احمق دیده میشم؟ چیزی نگفتم. دست دیگه‌مو هم باز کرد. خم شد و با حوصله پاهامم باز کرد. از روی تخت بلند شدم و به سمت در قدم برداشتم که دستمو توی دستش گرفت. کجا؟ مگه من اجازه دادم بری؟ الان وقت بازی بود سوگند. آرمانو هر طور شده باید راه میکردم. پوزخندی زدم و آروم گفتم من از تو اجازه نمیگیرم، ولم کن. برگشتم سمتش رو ادامه دادم. آها، نکنه اگه به حرفت گوش ندم منو میزنی ها؟ سرشو کج کرد و پشت دستم رو بوسید. من غلط کردم. هرچند نزدمت، من دلم نمیاد به عروسکم ضرر برسونم. یه کوچولو صورتتو خم کردم، همین. دستمو از تو سینه‌اش بیرون کشیدم و گفتم آرمان با این کارات خودتو از چشمم میندازی. یکم آدم باش، خودت میدونی دوستت دارم. اگه اینقدر مخالفتم به خاطر این شغل کثیفیه که داری. یه کار نکن اون دوست داشتن از بین بره. جای اینکه تلاش کنی از دلم در بیاری بدتر داری خراب میکنی. مجبورم کردی کنارت بمونم. به زور به هم دست زدی. به زور سعی داری حاملم کنی. نذار اون دوست داشتن از بین بره. من نمیخوام یه روز چشمامو باز کنم و ببینم حسی بینمون نیست. دستمو روی گونه‌اش گذاشتم و لب زدم. من واقعا دارم ازت میترسم. با دستش صورتمو قاب گرفت و گفت من فقط تو رو میخوام. تو منو داری. چرا فکر میکنی نداری؟ ندارمت. خودشو به هم چسبوند و بعدشم لباشو به گونه‌ام چسبوند و ادامه داد ندارمت. رفتارات عوض شدن. این به خاطر خودته. ببین چه بلایی داری سرم میاری. تو همچین آدمی بودی که دست و پامو ببندی، که بزنی منو، آره، که به زور با هم رابطه برقرار کنی. تو این بودی؟ یه کاره میای جلو میگی منو نمیخوای، میگی دیگه دوستم نداری، انتظار تو که میدونی عاشقتم، چرا اینو میگی؟ تو نمیدونی جونمو میدم واسط؟ دستاشو دور کمرم حلقه زد. وقت بازی بود. سوگند احمق بازی در نیار. فقط کافیه آرومش کنی. حس اعتمادی که بهت داشت و برگردون. دستامو دور گردنش حلقه کردم و سرمو روی سینش قرار دادم. نفس عمیقی کشیدم. دلم واسه روزایی که تو بغلت میخوابیدم و نازم میکردی تنگ شده. خیلی وقت از اون مرد مهربون خبری نیست. دستاشو زیر باسنم قرار داد و منو کشید سمت خودش. پاهامو دور کمرش حلقه کردم. از اتاق بیرون اومدیم و دکمه روی دیوار رو زد. کتابخونه سر جای قبلیش قرار گرفت. منو روی تخت بزرگش خوابوند و خودشم کنارم دراز کشید. منو تو بغلش کشید و سرمو رو سینه‌اش قرار داد. کنار گوشم زمزمه وار گفت من واسه تو همیشه مهربونم. با لحن لوسی گفتم نیستی، عصبانی، همش عصبی، همش اذیتم میکنی. روی سرمو بوسید. من غلط کردم، خوبه؟ جوابشو ندادم. اونم دیگه حرفی نزد. دستشو روی کمرم میکشید و ماساژم میداد. اینقدر خوب این کارو داشت انجام میداد که بازم خوابم گرفت. درسته تازه از خواب بیدار شده بودم، اما اینقدر ماهرانه ماساژم میداد که خوابم برد. صبح وقتی بیدار شدم خبری از آرمان نبود. بهتر که نبود. از رو تخت بلند شدم و به سمت حمام رفتم. دوش کوتاهی گرفتم و حولم و دور تنم به طور دکولته پیچیدم. همونطوری به سمت در رفتم و در رو باز کردم. بازم اون دوتا نگهبان جلوی در ایستاده بودن. با دیدن من سرشون رو پایین انداختن. یه قدم جلو اومدم. خواستم رد بشم که جلومو گرفتن. بکش کنار. خانم عذر میخوام، نمیتونین برین. تو یه نگاه به سر و وضع من بنداز. من اینجوری میتونم فرار کنم؟ نه. گشتم شده میخوام برم صبحونه بخورم. بکش کنار، میخوام برم. خانم بفرمایید داخل. من میگم خدمتکار صبحونه‌تون رو براتون بیارن داخل اتاق. با صدای خداحافظ گفتن چند تا مرد حرفش نصف نیمه موند. اتاق کار آرمان روبروی اتاق خوابش بود. 3 مرد که کت و شلوار پوشیده بودن داشتن از آرمان خداحافظی میکردن که چشمشون به من افتاد. آرمانم داشت نگاه میکرد. عصبی یهو داد زد گم شو برو تو اتاق. اما من خشکم زده بود. حتی 1 میلیمترم تکون نخوردم.
آرمان عصبی بازوی اون مردا رو گرفت و هولشون داد به سمت پله ها. نگهبان سرشون پایین بود. اوف سوگند، گند زدی. گند بزرگی هم زدی. سری به اتاق برگشتم و با دو خودمو به حموم رسوندم. هراسون در رو قفل کردم و گوشه حموم تو خودم جمع شدم. گند زدی سوگند. این چه کاری بود کردی آخه دختر؟ وای خدای من بیچاره میشم. طولی نکشید که دستگیره در بالا پایین شده صدای دادش اومد. باز کنیم بیسابو. لعنتی، تا می اومدم یه چی رو درست کنم همه چیز دست به دست میدادن تا باز بدتر و بدتر بشه همه چیز. بغض کرده نالیدم. چه غلطی بکنم الان؟ محکم به در میکوبید و اگه ادامه میداد مطمئن بودم در میشکنه. اگه درو میشکست چی؟ من که کار اشتباهی نکرده بودم. تقصیر من چیه یه مش سیبیل تو خونه راه میده؟ من فقط گرسنم بود. بلند شدم با دستای لرزونم درو باز کردم.